سلام، نسیم هستم. با تجربه پخت یک بیسکویت کره‌ای کاکائویی بسیار ترد و خوشمزه که میتونه یه انتخاب خوب باشه برای سرو کنار چایتون. برای پخت این بیسکویت کره‌ای خوشمزه 250 گرم کره نرم همدمای محیط داریم که به همراه 125 گرم پودر قند انقدر با همزن میزنیم و دورگیری میکنیم تا مواد به خورد هم برن و یک بافت کرمی، پوک و سبک رو به ما بده. بعد که به این بافت رسید ما 2 عدد زرده تخم مرغ داریم که به مواد اضافه میکنیم و 1/4 قاشق چایخوری وانیل. مواد رو با همزن میزنیم تا به خورد هم برن و یک بافت یک نواختی رو به ما بدن. تو این مرحله مواد خشک رو تو 2 مرحله اضافه میکنیم به مخلوطمون که مواد خشک شامل 325 گرم آرد سفید هست و 25 گرم پودر کاکائو. مواد خشک رو حتما 3 بار با الک میکنیم و بعد به مخلوط اضافه میکنیم. با همزن انقدر میزنیم تا یک خمیر نرم و یک دستی رو به ما بده. حالا این خمیر نرم و یک دست رو داخل پلاستیک فریزر قرار میدیم، پهنش میکنیم و برای 1 تا 2 ساعت در یخچال قرار میدیم تا استراحت بکنه خمیرمون و آماده قالب زدن بشه. بعد از پایان استراحت خمیر رو در بین 2 تا پلاستیک باوردنه به قطر نیم سانت باز میکنیم. با قالب مورد نظرمون قالب میزنیم. داخل سینی فری که کاغذ نسوز یا کاغذ روغنی پهن کردیم قرار میدیم و در فر از قبل گرم شده با دمای 170 درجه برای 15 دقیقه پخت میکنیم. بعد از پایان پخت حتما سینی فر رو باید بذاریم تا بیسکویت ها خنک بشه و بعد از خنک شدن میتونیم اونها رو به ظرف سرو منتقل کنیم. برای نگهداری کوکی ها برای مدت طولانی تر حتما اونها رو در ظرف دردار و در جای خنک نگهداری بکنید. نوش جان.